خدا نحوه درست کردن شربت کیک. وقتی ما میخوایم شربت کیک رو درست کنیم، یه قابلمه روی گاز میذاریم، شعله رو زیاد میکنیم، هر پیمانه‌ای که آب گذاشتیم به همون اندازه پیمانه شکر داخل آب اضافه میکنیم. پس پیمانمون هر چقدر که هست دوتا به یه اندازه میریزیم، هم میزنیم تا شکر حل بشه. بعد از اینکه شکر حل شد شروع به جوش ریز زدن میکنه. الان شکر داره یواش یواش حل میشه. وقتی که دیگه شکر حل شد، جوش ریز زد، ما بعد از 1 دقیقه باید خاموشش کنیم، چون که اگه بذاریمش بیشتر از این جوش بزنه قوام میاد و سفت میشه. پس ما نمیخوایم یه شربت قوام اومده داشته باشیم، یه شربت میخوایم رقیق که بتونیم کیک رو باش مرطوب کنیم. اگه شربت یکم سفت بشه یعنی قوام اومده باشه، کیک رو خشک میکنه. پس حالا نگاه کنید، الان تمام شکر داخل آب حل شد. الان من بهش فرصت میدم، الان داره شروع میکنه به جوش ریز زدن. این جوش ریز تمام سطح آب رو پر میکنه. به اندازه 1 دقیقه زمان میگیریم. بعد از 1 دقیقه زیرش رو خاموش میکنیم و بعد از خنک شدن راحت میتونیم برای مرطوب کردن کیکامون ازش استفاده کنیم که یه شربت بسیار عالی، کیک و نرم، لطیف و خوب میکنه. الان دیگه بستشه در این حد که شد، به این اندازه که جوش ریز زد، من خاموشش میکنم. الان غلظتش رو ببینید، غلظتی که این گرفته سفت نیست، یعنی از آب یک کمی غلیظ‌تر ولی قوام نیومده.